امریکا که تصمیم گرفتن از افغانستان بیرون شوند، وصولا یک قطعنامه را از سازمان ملل متحد شورای امنیت گرفتن و یک پروتکل را با طالبان در 29 فبروری 2020 امضا کردن که مشروعیت به خاطر بیرون رفتن خود داشته باشند که به تاریخ امریکا و مردم امریکا و به جهانان به موازین بین‌المللی ملامت نشند. این پروتکل درست است که 4 ماده و 2 ضمایم ازی به بیرون و مطبوعات درس کرد، اما گفته میشه که در طول 18 ماه ماده ها و شرایط بیشتر دارند. تقریبا حدود 250 ورق یا صفحه بین ازیا امضا شدن که از جمله یکی هم است که حریم هوایی افغانستان به دست امریکا باید باشه که چنین هست. هواپیماهای امریکا از 15 اوگست 2021 هم با طالبان به افغانستان آمد تا این لحظه را در فضای افغانستان گزمه میکنن، کنترل میکنن و گشت میکنن. یعنی پرواز داره که خود مقامات ملکی و نظامی و خاصا مسئولین وزارت دفاع، لوید رستیز و وزارت داخله مسئول نظامی را تایید کردن و میگن که هواپیما هست و حریم هوایی به دست امریکا هست هنوزم. یعنی اشغال به شکل مکمل ختم نشده و طالبان هم در این مورد بنا به اینکه پول دلار برشان هر هفته 40 میلیون و به شکل اشکار و شکل غیر اشکار برشان پولای بیشتر میان، به خاطر یا مجبور هستن که پروتکل حفظ کنن. ضمن گفته هم میشن که اقتدار امریکایا هم در قندهار، در سلسله کوهای پامیل و بعض جای افغانستان و خصوصا در سفارتشان بنای محافظین به اقتدار زیاد 1,500 بیشتر و کم امریکایی هست. این هواپیما هم از جای بیرون نمی از خود خاک افغانستان، از بخشای قندار که استیشنای نظامیشان هستن یا عدستن اوجا برن میشن، پرواز میکنن، پس دوباره میشینن. جای دور که میان و قدر انرژی ندارن و خصوصا اگر از خارج مرز میان بازی کنترل میشن، معلوم میشن که از کجا میان. بنانی پروتکل بینشان صورت گرفته و هست و این چیزی عجیب نیست و هیجانی نیست. این سابق بوده و حالی هم از دوام پیدا خواهد کرد. معامله های هستند، معامله استخباراتی وجود داره اینجا و ای که طالبان خودشان زیاد کوشش میکنن که جهان را به رسمیت نشناسن. با مجالس بین‌المللی مانند شورای امنیت خودشان نمیرن، با میورزن و جهان اگر انعطاف میکنن یا نمیخواین که مثلا به رسمیت شناخته شد تعامل کنن و یا عکس العمل نشان میتن، قیودات سر خانم‌ها و بشر زیاد میکنن، با اینهای مختلف میتن مشکل ایجاد میکنن. این لطیست که یا راست دارن اگر با جان رابط ساخته شون، یک خوی اینشان توانمندی از ایران ندارن. دومی که بعضی اصرار از جای افشامش چون رفت آمد صورت میگیرن، ژورنالیست‌ها رفت آمد میکنن، دیپلمات‌ها میرن و میان، هیئت‌ها میرن و میان. به او خاطر مسئله ویزا و آمدن و پروازها صورت میگیره. اینجا باز اصرارهایی که هستن، گروه مختلفی که هستن در بخش‌های مختلف افغانستانی باز افشا میشن. به او خاطر یا با این پروتکل دارن که اداره موقت باشن، نه دائمی اجازه ندارن و پول بگیرن، در مقام باشن تا زمانی که اداره درست سالم میه و برنامه خارجی تطبیق میشن. تا او وقت یا با می حالت دوام میتن، نه در دروازه مکاتب دخترها باز میره چون یک شرط است برشان، نه خانم‌ها بیرون به اجازه خواهد داشتن با کار و اشتغال و نه در کابینه و در دولت دستون تغییر نمیارن، نه ارده میتونن و نه کسای دیگر اجازه میتونن که داخلشان کار کنن. حتی کسایی که برای لابیگری میکنن و هم شکنجه میکنن، چون زیادتر سیاست پالیسی استعمار همیست که ملت باید فاصله داشته باشه از نظام حاکم، که نظام حاکم وابسته به استعمار باشه، احتیاج از او باشه و استعمار هم میشه بتونه که دست باز داشته باشه هر وقت توسط همین ملت انقلاب بیارن، تغییرات بیارن، سیستم تغییرتون و یک فشار سر نظام حاکم داشته باشه که از او اطاعت کنن و اعمال خود، اهداف خود پیش بره. این وضعیت متاسفانه دوام داره و ملت افغانستان هم دست و پایش خود بسته کردن، سر صدا را بلند نمیکنن که تا که همین پروسه که خارجی ها پرلان دارن همین زودتر عملی کنن که از این فشار که زجر و فشار و شکنجه به ملت افغانستان برسه و افغانستان
عقب میمانم، از این زودتر نجات پیدا کنم. منتظر هستم که غرب یا کشورهای بیرونی چه کار خواهد کردن. روسیه هم کوشش خود کرد که مثلا چرا سب نشان ده به طالبان اگه بتانن که به طرف بلاک شرق برن. طالبان دید که دست و پایشان با امریکا بسته است، فامیلاشان گرو هستن در پاکستان اینجا، بو خاطر نشد. بالاخره ایران هم به شکل روان کرد که به حساب امتیازی به طالبان بتانن که میساره کنترل کنن و از قضای خود خبر کنن که امنیت منطقه تهدید نشن به خاطر حفظ امنیت داخلیشان. بنان دوباره گفته میشه که این گزمه امریکا دوام داره. هنوز افغانستان مستقیم تحت سلطه و کنترل امریکا و مجری از او پاکستان هست بود و ای که 20 سال امریکا بود. حالا هم امریکا کنترل خود از طریق هوایی و زمینی به افغانستان داره.